الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. ای فرزندان آدم، مگر ما به شما نگفتیم، مگر با شما عهد نکردیم که شیطان را نپرستید و اینکه من را بپرستید؟ این است راه مستقیم. بحثی رو که امروز انشالله در خدمت عزیزان خواهم بود یک بررسی گزارشگونه است و البته یک مقداری هم تحلیلی در مورد فعالیت عده‌ای که در ایران هم طمع دارن و شروع کردن کار خودشون رو. ما با یک فرقه به نام شیطان پرستی روبرو هستیم، یک گروهی که برنامه‌های خودشون رو چند سالی است در ایران آغاز کردن. البته به خاطر جو مذهبی غالب بر کشورمون نتونستن هنوز این فرقه رو به اون صورت مطرح بکنن و در مرحله ابتدایی فعلا به سر ببرن که معرفی و الغای نمادها باشه. ما این نمادها رو با هم دیگه بررسی میکنیم و انشالله به یه جاهایی میرسونیمش. من چند دقیقه ابتداً صحبت میکنم، بعدش هم تصاویر و فیلم ها رو با هم دیگه خواهیم دید. این صحبت ها ابتدایی خیلی مهمه. به قول آقای قراتی اینجا یکم زیادی گوش بدین. آیا شیطان پرستی یه فرقه مجزاست؟ یه بحث کامل ریشه‌ای و بنیادیه یا نه شیطان پرستی خودش یک دنباله است؟ بررسی هایی که داشتیم ما رو به این نکته رسوند که نمادهایی که شیطان پرستا به کار میبرن یه جای دیگه استفاده داره میشه، تفکرشون هم از یه جای دیگه داره آب میخوره. یعنی اگر ما بخوایم فقط شیطان پرستی رو بررسی بکنیم یه خورده‌ای کار بیخودی کردیم. هیچ کس نمیگه کار ریشه‌ای کردن بده، درسته؟ ما میخوایم وقتی یه چیزی رو بررسی بکنیم میریم ریشه رو پیدا بکنیم. اگر تونستیم ریشه رو شناسایی بکنیم میتونیم در مقابلش بیستیم. اون موقع هر چه شاخه و زوائد داره میتونیم بزنیم. فعالیت شیطان پرستا از یک طیف خاص سرچشمه میگیره به نام فراماسونری. فراماسون ها کسایی هستن که دارن این فکر رو القا میکنن. اما خود فراماسونری رو بخوایم تحلیل بکنیم باید یک کم برگردیم تو دل تاریخ. از زمان حضرت نوح به این طرف هر پیامبری که اومد این روایته. مردم قومش رو از فتنه دجال ترساند. دجال چیه؟ یکی از علائم آخر الزمان و قبل از ظهور هست، از علائم حتمیه هم شمرده شده. دجال طبق روایات مردی است که یک چشم دارد، آن هم وسط پیشانی، مثل نور می درخشد، همه را به خود دعوت میکند، میگوید منم خدای شما، از آسمان باران نازل میکند، از زمین گیاه میرویاند. یه سری توصیفات اینچنینی ما در مورد دجال تا حالا شنیدیم که آخر الزمان میاد. اما این دجال رو میگن از زمان حضرت نوح تا الان هست، برخلاف سایر علائم آخر الزمان مثل سفیانی، مثل سید خراسانی، سید یمانی یا سید حسنی. اینا چیزایی هستند که آخر الزمان به وجود میان. اما دجال فرق داره این وسط. دجال چیزی است که از زمان حضرت نوح طبق روایت تا الان بوده. روایاتی داریم که پیامبر مثلا داشتن عبور میکردن، یه شخصی رو نشون میدادن به نام ساعد ابن سید و میگفتن این دجاله. اما اون دجالی که آخر الزمان میاد این نیست. از زمان پیامبر امیرالمومنین هم همین رو هم گفتن تا کنون. حالا ما میخوایم یه خورده این رو بررسی بکنیم که چی هست این دجال. مسلما دجال نمیتونه یک انسان باشه، چون روایت رو کنار هم میچینیم مشخص میکنه که دجال یه شخص نمیتونه باشه.
یه چشم داشته باشه، یه الاغی داشته باشه که چون روایت داریم یه دجال یه الاغی داره که این الاغش هر گامش مثلا چند کیلومتر دریاها رو میپیمایه، از آسمان‌ها عبور میکنه، از هر تار موی این الاغ نواهای مختلفی بیرون میاد و این چنین توصیفات رو اگر ما دقت کنیم اینه بر یک شخص منطبق نیست، احتمالاً یک جریان باید باشه، یه تفکر، و اون همین تفکر فراماسونریه. حضرت ابراهیم علیه السلام 2 پسر داشتن، حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق. اسماعیل و فرزندانش رسیدن تا به خاندان پیامبر بزرگوار اسلام که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از فرزندان حضرت اسماعیل هستن ایشون. حضرت اسحاق یه فرزند داشتن به نام یعقوب. یعقوب 12 پسر داشت، یکیش یوسف بود. یوسف طی یه سری از اتفاقات که اطلاع دارین به مصر کشیده شد، در اونجا به مقامی رسید، اونجا پدر و مادرش و خانوادهش برگشتن سراغش. حضرت یوسف علیه السلام از زمین‌های حاصلخیز کنار نیل رو به خاندان یعقوب علیه السلام داد. حضرت یعقوب علیه السلام یک لقب برای خودش انتخاب کرده بود به نام اسرائیل. اسرائیل یعنی بنده خدا یا هماورد خدا، طبق اون چیزهایی که در تورات هم نقله. فرزندان شدن بنی اسرائیل. حضرت یوسف علیه السلام که داشت از دنیا میرفت یک خبری داد بهشون، گفت اگر من وقتی از دنیا رفتم این فرعون به شما بدبین میشه، فکر میکنه میخوان حکومتش رو از دستش در بیارین، شما رو به استضعاف میکشونه، خیلی اذیتتون میکنه. همین اتفاق هم افتاد. فرعون ها یکی پس از دیگری اومدن و بنی اسرائیل رو به شدت اذیت میکردن تا وقتی که حضرت موسی علیه السلام اومد. اما حضرت موسی علیه السلام که خواست به دنیا بیاد یه عده‌ای به فرعون خبر دادن. از کجا میدونستن؟ یه گروه زیرزمینی به نام کابالا، افرادی که اونجا کار میکنن و فعالیت داشتن کابالیست بودن. کابالا یه گروه بسیار سری هست که سرمنشأ این فراماسون هاست. کسایی هستند که تو فضای جادوگری و پیشگویی و ایناها سیر میکنن، به دنبال حکومت کردن بر مردم هم هستن. ایناها پیشگویی کردن و به فرعون گفتن. فرعون هم که میدونید بچه‌ها رو شروع کرد به کشتن، ولی خب حضرت موسی بنابر خواست الهی در دامان خود فرعون بزرگ شد. حضرت موسی علیه السلام وقتی که به پیامبری مبعوث شدن، بنی اسرائیل رو نجات دادن و از رود نیل عبور دادن. همراه با بنی اسرائیل هم عده‌ای که میدونستن سرانجام فرعون چی میشه، که همین کابالیست ها بودن، با حضرت موسی ظاهرا ایمان آوردن و عبور کردن از رود نیل. بعدش هم اون قضیه اجعل لنا الها کما لهم آلهه که دیدن یک عده دارن بت پرستی میکنن، به موسی علیه السلام گفتن برای ما هم یک اله قرار بده، یه بت بساز، کما اینکه اینا یک عالم بت دارن، ما هم یه دونه داشته باشیم لااقل. گوساله سامری رو اونها طراحی کردند و به خورد یهودیان دادند. بعدش هم که اومدن وارد بیت المقدس بشن سرپیچی کردن. 40 سال در وادی تیه یا بیابان تیه سرگردان بودن. در این 40 سال حضرت موسی علیه السلام یه سری تعالیم رو به اینا آموختن.